غیر رسمی امسال خود به زادگاهش ارومیه در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی رفع مشکل معیشت مردم را مهمترین دغدغه دولتش دانست. بیشترین دغدغه ما الان تو دولت معیشت مردمه. برای من مهمه اون آدمی که شب میره خونش بچه‌شو نمیتونه نون بده، من باید کاری بکنم. بالاخره راه پیدا خواهیم کرد، نخواهیم گذاشتون گشنه سرشون رو بالش بذارن. مسعود پزشکیان در این جلسه دو خبر مهم هم داد. 7000 مگاوات پنل خورشیدی رو خودمون داریم وارد میکنیم. 10000 مگاوات یه بانکی داره میاره با مشتریاش، 15000 مگاوات رو داره یک سرمایه گذار داره میاره. احتمالاً این هفته‌ای که رو پیش روز یا 2 هفته دیگه چون جنبندیایی که شده اون اختیارات استاندارا رو افزایش خواهیم داد که بیشتر و بیشتر بشه تا بتونن کاری بکنن. رئیس جمهور کشورمان از مرز به عنوان یک ظرفیت مهم اقتصادی در آذربایجان غربی نام برد و گفت فرصت طلایی که در آذربایجان هست شاید هیچ، یعنی با 3 کشور همسایه‌اند، شاید هم با 4 کشور. حالا ارمنستان نزدیک آذربایجان، ترکیه است، عراق، اقلیم، همه اینا فرصت هم برای ما، نه تهدید. آقای رئیس جمهور همچنین در این جلسه بر برگزاری باشکوه همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری آذربایجان غربی که قرار 22 خرداد ماه در ارومیه برگزار شود تاکید کرد و گفت این همایش باید الگویی باشد برای سایر استان‌های کشور. مسعود پزشکیان در ادامه سفر به ارومیه در کارگروه بهینه مصرف انرژی هم شرکت کرد و بر لزوم مدیریت بهینه منابع آب و انرژی با تغییر رفتار مصرف کنندگان تأکید کرد و در همان جلسه هم به صورت عملی آن را با خاموش کردن چراغ‌های سالن جلسه نشان داد. حالا اینجوری نصف کنیم، اونم نصف کنیم، اونم نصف کنید، همه‌شو می‌تونید نصف کنید. حالا اول آدم احساس تاریکی میکنه. و الان چه اتفاقی افتاد؟ مشکلی پیش اومد؟ نصف اینا الان خاموش شد. شما فکر کنید اگه نصف خاموش بشه تو کل مثلا شهر یعنی چی؟ یعنی مصرف ما از 80000 مگاوات میاد به 40000 مگاوات. امید شکریازی، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه. رئیس جمهور آمریکا گفت از متحد سابق خود بسیار ناامید است. ایلان ماسک نیز ترامپ را به قدر ناشناسی متهم کرد و گفت بدون حمایت مالی گسترده او هرگز رئیس جمهور نمیشد. ماسک سال گذشته بیش از 290 میلیون دلار برای پیروزی ترامپ و جمهوری خواهان در انتخابات هزینه کرده بود. ایلان ماسک در روزهای اخیر در فضای مجازی به لایحه مالیاتی جدید ترامپ اعتراض کرده و آن را بیشرمانه و نفرت انگیز خوانده است. ترامپ در دیدارش با صدر اعظم آلمان به خبرنگاران گفت مدیرعامل تسلا پس از حذف مشوق‌های مالی مربوط به خودروهای الکتریکی با این لایحه مخالفت کرد، چرا که حذف این مشوق‌ها به کسب و کار تسلا آسیب می‌رساند. ترامپ گفت یکی از راه‌های کاهش هزینه‌ها لغو قراردادهای دولت با شرکت‌های ایلان ماسک است. این چرخش موضع ترامپ در حالی است که هفته گذشته به نشانه قدردانی از ایلان ماسک کلید نمادین طلایی را به او هدیه داده بود. ایلان ماسک در فضای مجازی مشکلات اخلاقی ترامپ را مطرح کرده است.